این ترشی اینقدر خوش رنگ و لعاب و جذابه که مطمئناً از خوردنش سیر نمیشین. بادمجونا رو به هر ابعادی که دوست دارید خرد کنید داخل قابلمه بریزید. فلفل سبز تند، سرکه و نمک اضافه و حرارت رو روشن کنید تا بپزه. حتما یه تیکه نبات برای گرفتن سردی و تیزی سرکه اضافه کنید. تو این فاصله داخل میکسر کلم قرمز، فلفل دلمه، هویج و سیر رو بریزید و خوب میکسش کنید. مواد به این شکل آماده میشه. سبزیجات معطر که تو کپشن گذاشتم هم خرد کنید. حالا به بادمجونای پخته و داغ موادی که میکس کردیم و اضافه میکنیم. سبزی خوش شامل مرز ترخون و ریحون و نعنا. اگه سرکش کم بود دوباره سرکه اضافه کنید و یکم پودر تخم گشنیز. همه این مواد رو مخلوط کنید. به همین خوشمزگی ترشی شما آماده است. کنار پلو مخلوط از خوردنش لذت ببرید. نوش جون.